همه ما موقع ورزش شاید بارها ازش استفاده کردیم. امروزه برای ما خیلی خوب و مفیده. ولی در گذشته برای تعدادی عذاب‌آور بوده. خیلی از ماها تاریخچه عجیبش رو نمیدونیم. با ما باشید تا تبدیل یک ابزار شکنجه به نمادی از سلامت رو براتون آشکار کنم. در اوایل قرن 19 سر ویلیام کوبیت که مهندس عمران بود در خانواده از آسیابان‌ها بزرگ شد. کوبیت به عنوان ناظر بر ساخت قصر کریستال در لندن بود که بعدها مشهور شد. ملکه ویکتوریا به دلیل تلاش‌هایش به او لقب شوالیه داد. کوبیت وقتی در راهروهای زندان‌های بریتانیا قدم می‌زد، متوجه چیزی شد که اونو عمیقاً آزار می‌داد: بیکاری زندانیان. این افراد مسئول در دیوارهای سنگی تمام روز کاری نداشتند و فقط خاطره تعریف می‌کردند. کوبیت معتقد بود که میتونه این زمان تلف شده رو به چیزی سودمند تبدیل کنه. بنابراین در سال 1818 کوبیت راه حل خود را به دنیا معرفی کرد: ساخت تردویل که بعدها به تردمیل معروف شد. این یک سازه بزرگ استوانه‌ای بود، تقریباً شبیه چرخ آبی که به یک طرف میچرخید. زندانیان در امتداد پره‌های چوبی بزرگ قدم میذاشتند و چرخ رو به حرکت در میآوردند. راه رفتن اونا شبیه بالا رفتن از کوهی بی‌پایان بود. چرخ میچرخید و ماشین‌آلات قدرتمند ذرت رو آسیاب یا آب رو پمپ میکردند. این تردمیل‌ها که در مکان‌هایی مانند زندان بریکستن نصب شده بودند، میتونستند تا 24 زندانی رو در یک زمان کنار هم نگه دارن که توسط پارتیشن‌های اصلا جدا بودند تا با هم معاشرت نکنند. زندانیان در تابستان 10 ساعت و در زمستان تا 7 ساعت روی اون راه میرفتند. هنگامی که زندان‌ها شروع به فراهم کردن مایحتاج کردند، مردم نگران بودند که مردم فقیر به سمت زندان‌ها برای فراهم کردن غذا کشیده نشن. با گذشت سالها فشار شدید یکنواختی کار بر روی تردمیل منجر به جراحت و حتی مرگ کسانی شد که به این کار محکوم شده بودند. به گفته مورخ دیوید اچرایت، تا سال 1842 109 تردمیل توی 200 زندان در سرتاسر انگلستان، ولز و اسکاتلند مورد استفاده قرار گرفت. تردمیل با عبور از دریای کارائیب به جنوب ایالات متحده آمریکا فرستاده شد و در مزارع و اردوگاه‌های بردهداری و در تعدادی از زندان‌ها مورد استفاده قرار گرفت. این دیگه حتی ابزاری برای اصلاحات نبود که به ابزاری برای شکنجه محض تبدیل شده بود. برده‌ها بیشتر از تردمیل می‌ترسیدند تا شلاق ناظران. این یک منظره عمومی دردناک بود. هنری بلید شاهد این وحشت بود و مصیبت سوزان و بردگانی رو که در مزرعه جامائیکا به اتهام سرقت یک بمیلتو مجازات شدن رو مستند کرد. بدترین چیزش یکنواختی تردمیل بود که برده‌ها رو عذاب می‌داد. تردمیل برای اصلاحات از زندان‌های انگلیس شروع شد تا تبدیل به وسیله شکنجه برای برده‌ها و زندانیان در آمریکا شد. بالاخره سال 1827 در انگلیس به این فکر رسیدن که تردمیل هیچ چیزی رو به محکوم آموزش نمیده که بتونه براش در هنگام ترخیص مفید باشه. همچنین در زندانی که سال 1822 در آبرن نیویورک افتتاح شد، رویکرد جدیدی پدیدار شد. زندانیان که صنعت جمعی نامیده میشدن دور هم میشستن و کار میکردن. قوانین معمولاً مستلزم چشم‌های فرو رفته، راه رفتن در قفل، عدم صحبت کردن و کار مداوم در بیرون از سلول بود. مجازات معمول برای تخلفات شلاق بود. این سیستم جدید هم انسانی و از همه مهمتر بسیار پرتلاش تلقی میشد، چون که بیرون از دیوارهای زندان کمبود نیروی کار وجود داشت. این محکومین به جای آسیاب کردن چند ده بوج ذرت در روز، کاری که یک حیوان میتونست انجام بده، کفش، لباس، ابزارالات، مبلمان، تفنگ و ساعت میساختند. تولید کنندگان خصوصی مواد خام یا محصولات ناتمام رو به زندان می آوردند و هزینه کار رو پرداخت می کردند. در سال 1913 یک انقلاب آرام با ثبت اختراع ماشین آموزشی در ایالات متحده رخ داد و این آغازی برای تردمیل مدرن بود. تغییر شکل تردمیل یک شبه نبود. در دهه 1960 مهندس مکانیک آمریکایی به نام ویلیام استاپ یک دستگاه تناسب اندام خانگی به نام پیسمستر 600 رو ساخت. اون شروع به تولید تردمیل‌های خانگی در نیوجرسی کرد. پیشرفت ادامه پیدا کرد تا در اواسط قرن 20 توسط پیشگامانی مانند رابرت بروس و وین کوئنتین تردمیل برقی به عنوان ابزاری برای تشخیص بیماری‌های قلبی و ریوی ایجاد شد. کار اونا به عنوان عصر جدیدی معرفی شد که در اون چرخش بی‌امان تسمه تردمیل ضربان قلب انسان‌ها را منعکس می‌کرد.
تا در دهه 1970 انقلاب فرهنگی آگاهی تناسب اندام باعث شد تا تردمیل بار دیگه در کانون توجه قرار بگیره و تردمیل ورزشی ایجاد شد و همکنون پیشرفته تر شده و ما ازش استفاده میکنیم. وسیله‌ای که باعث شکنجه بسیاری بود.